الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب برادرای عزیز و دوستان گرامی، امروز خواستم کمی زیادتر در موضوع استعلا یعنی مثال ها بیاریم، چون که این علم تجوید علم فقط نظری نیست، یعنی زیاده از اونه که نظری باشد بیشتر جنبه عملی دارد. یعنی تنها قاعده را از یاد کردن و رعایت کردن تانستن این یگان منفعت ندارد، تنها قاعده ها را دانستن رعایت کردن توانستن. بنابراین خواهش میکنم زیادتر خب تجربه زیادتر پرکتیک کردن لازم و به همین خاطر تصمیم گرفتم که زیادتر در باره موضوع استعلا مثال ها یک جا بخونیم و اگر امکان باشد شما نیز بلند بعد من تکرار کنید، خوب می شود. و دیگر چیزی که وعده داده بودم یادتون باشد، گفتیم که درجه های حرف های استعلا یعنی 5 درجه دارد، اونمی انشاءالله گفته میگذاریم. این تنها به خاطر کمی باز خب روشنی داختن یا اینکه تنها به خاطر اونایی که خواهشمند هستند که زیادتر درباره موضوع استعلا فهمند به همون است. اگر همون درس اولم انشاءالله برای مبتدی برای نو شروع میکردگی ها باید که کفایه کند. خب یادتون باشد ما حرفای 28 حرف دو تقسیم کردیم، گفتیم حرفای استعلا و استفاله. حرفای استعلا را گفتیم 7 تا هستند و آنها هستند خص، ضغط، قض، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، تا، قاف، ظا. خب مثال ها را به همین حرف ها یک تا شروع میکنیم و میخوانیم. من هر یک مثال یا اینکه هر یک آیه‌ای که آوردگی هستم خب 2 بار میخوانم. شما اگر خواهشمند باشید از قفای من خوانید، خوب می شود. چون که این علم عملی است گفتیم، یعنی باید شما با آوازی بلند خوانید. یک چیز دیگر نقطه را ذکر کنم که حتما خواهش میکنم حتما بلند اگر خواهید که تجوید دهانتون آموخته شود یا که دهانتون قالب شکند، همین تنبلی لبها و تنبلی دهان اگر شکستن خواهید، این تنبلی را حرفا همشان از جای خودشون تلفظ شود، این اگر خواهید شما باید چیکار کنید؟ با آوازی بلند خوانید همین مثال ها را حداقل. و این مثال ها یک چیز دیگر که این مثال ها را من کوشش کردم که از یعنی سوره هایی که هر روز شما در نمازها میخونید از همونا بیاریم. اگر همین خیلمو رفتن گیریم انشاءالله هم سوره ها درست میشوند، خطاگی هایی که در سوره ها هستن و یا را درست میکنید، هم یعنی از منفعت خالی نیست که مثال ها را می خب از همون سوره های میدونستگیتون آورده ایستادم. خب به حرف خا، مثال اول به حرف خا. مثال اول و درجه اول، یعنی حرف خا کدام وقت از همه زیاد غوص می شود. گفتیم یکم اگر حرف استعلا حرف خا باشد یا خب کدام حرفی که نباشد الف داشته باشد، درجه غوص‌ترین حرف همین است. خب الف. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة خالدين فيها أبدا ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. درجه دوم حرف استعلا، اگر حرف استعلا خودش ساکن باشد، یعنی مقصدم من این حرف خیره بینید، حرف خا علامت سکون دارد و پیش از خودش بودگی حرف، پیش از حرف خا بودگی الف فتحه دارد یا که همزه فتحه دارد ا داشته باشد، این دوم درجه حرفی غفص بودن حرف استعلا نشون میده. ببینید حاضر از مثال خوبتر میفهمیم. و اخرجت الارض اثقالها وأخرجت الأرض أثقالها يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده
سیم درجه اگر حرف خا خودش فتحه یعنی زبر داشته باشد، داشته باشد، این سیم درجه قفس بودن حرف استعلا را نشان میدهد. خب ممکن شاید بعضیا بگن که دویم درجه من این بودگیش هست، سیم درجه من این حرفی ساکن باشد اینش بگن، یعنی دو را در جای سه بیارن، سه را در جای دو. این ارادم قبول است به خاطر که هر جا هر خلوفتش دیگه است. به هر حال مثال میخونیم: و اما من خفت موازینه، و اما من خفت موازینه وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف خناس. خناس چهارم مقام یا چهارم درجهش: ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. آخران درجه یا که پنجم درجه ای که بعضی از حرفای استعلای ما استثناء می شوند، از آن جمله حرف خا در پنجم درجه یعنی در حالت کسره زیر داشتنش برادر عزیز استثناء است. هیچگاه این ما غفظ خواندن حق نداریم، چون که این دارای صفت اطباق نیست. یک موضوع دیگر هست، موضوع اطباق میگن. از حرفای استعلا 4 تاش صفت های اطباق دارن، اما این حرف خای ما از اون 4 تا حساب نمیخوره. خب این و این لنا للآخرة والأولى، نمیگیم که خیرته نه، خی نه، بلکه آخرة والأولى. و این لنا للآخرة والأولى وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى. خب همین طریق میگذاریم در حرف صاد. حرف صاد هم عیناً مانند همون حرف خا یعنی 5 مرتبه دارد. از روی همون حالتی که میبینیم یعنی حالتی همون صاد نگاه کرده 5 حالت دارن حرفا. یا حرفا استعلا الف دارن، یا اینکه خودشون ساکن هستن یعنی حرکت ندارن و پیش از خچان بودگی حرکتاشون اهمیت میتیم، یا اینکه حرکتی خودشون اهمیت میتیم فتحه دارد، یا ضمه یا کسره. مثالش هم میخونیم اینجا، کمی اشتباه تکنیکی شده است. خب مثالا رو میخونیم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم كانت مرصادا. اوكي درجة ديومش: سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سيم مقام يوك سيم درجة: قل هو الله أحد الله الصمد
الله الصمد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سورة الإيلاف يوكي سورة قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. 4 درجة. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور. 5 درجة. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. خب این بود دو حرف از حرفای استعلا، یعنی حرف خا و حرف صاد. خصه یعنی خصش ما گذاشتیم. خب پیش از آنه که به مثال حرف داد گذاریم، اول یک سوره را یک جایه برای خب عملا یاد گرفتنمون سوره عصر یک جایه میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شما میتونید همینجا ویدیو را، یعنی چی میگن، خب قرار دارونید و از قفای من خوانید و باز دوامش گوش کنید، خوب میشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خب برادر عزیز، انشاءالله مثالای دیگر شد در دیگر ویدیو با هم صحبت میکنیم انشاءالله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله.